درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از ورزشگر این جوان تاجیک سایلی کمالوف که در 3 کرات قهرمانی آسیا شده است و 3 کرات قهرمانی جهان با ورسیای ایماف. و سایلی کمالوف حاضر با لیگای دورو فایت شرطنامه بست و از امروز بعد او در MMA حرفه‌ای مبارزه خواهد کرد، MMA پروفسیونالی، و امیدواریم که در MMA پروفسیونالی هم او قهرمان جهان خواهد شد و ما در آینده او را در لیگ‌های بهترین جهان خواهیم دید. دوستان، درباره سایلی کمالوف کدیمی که یگان معلومات دارد در کامنت ها نویسید و چگونه ورزشگر است و چی شانس ها دارد که قهرمانی شاید UFC شود یا که PFL یا که ACA. خیلی جوان است و 3 کرات قهرمانی جهان و 3 کرات قهرمانی آسیا در ورسیای ایماف با MMA. دوستان، روزی 8 می در UAE واریورز در ابودابی دو ورزشگر تاجیک اشتراک میکنند. جعفر نورالیف بر ضد اتا ادایف از ترکمنستان و سهراب اوراقف بر ضد امیر چوپان تایگیبویف از روسیه 8 می در ابودابی در لیگ UAE واریورز. ما هم میدونیم که عبدالله خوجایف هم که در ایران زندگی میکند در لیگ UAE واریورز اشتراک میکند و خیلی جنگ های خوب هم میکند. خیلی ورزشگری بهترین هم هست و خیلی وقتی که ما یگان معلومات نداریم، حتما من این رو میفهمم و با شما حتما میرسونم که در حال حاضر در کدام حالت قرار دارد عبدالله خوجایف و کی با هشکنجه میبراید. دوستان، جعفر نورالی و سهراب اوراقف رو دستگیری میکنیم 8 می در ابودابی در لیگ UAE واریورز. و دیشب در لیگ اکتاگون رقم 86 قمرالدین حسنوف کمیل کراته دست بالا شد بر ضد ورزشگر ازبکستانی و ما او رو تبریک میکنیم. کمیل کراته بهترین ورزشگر است و یک چی گویم دوستداری وطن است. دوستداری وطن تاجیکستان همیشه تبلیغات میکند که ما باید دوست باشیم با همدیگر، ما باید با همسایه های نزدیکمون با ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان همیشه باید دوست باشیم و این هم یک تبلیغات خوب است و ما کمیل کراته رو با شکست دادن حریفش تبریک میکنیم و دعا میکنیم که او قهرمانی اکتاگون شود و در آینده بیرق تاجیکستان رو بلند بردارد. دوستان، دیروز در دوشنبه در گشتین در تاسکولای بزرگ در گراند سلام دو ورزشگر، دو گشتینگیر تاجیک جایهای خوب رو گرفتن. این هم باشد مدال برنجی لایق خودبدینوف. من تماشا کردم. لایق خودبدینوف آینده خیلی خوب دارد، جوان است و بهترین گشتین میگیرد. او مدال برنجی گرفت و نشان طلا رو نصیب امامعلی نورالی شد که امامعلی نورالی الان 4 نشان طلا در گراند سلام ها دارد که این بفیرم که یگانه ورزشگر، یگانه جداکاری تاجیک است که 4 طلا از گراند سلام ها دارد. دوستان، این بودند خبرهای ورزشی و گراند سلام تاجیکستان تا امروز و فردا ادامه دارد و من حتما با شما فردا نتیجه اش رو میگویم و در آخر روز سیوم حتما من با شما نتیجه های گراند سلام تاجیکستان رو میرسونم و در هفته آینده ما بسیار در UAE واریورز، در ACA بسیار ورزشگران تاجیک، توپ ورزشگران تاجیک اشتراک میکنند و امیدواریم که هفته آینده با ما خبرهای خوش هم میشود و ورزشگران تاجیک دست بالا میشوند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.